باز میگم همه چیز در تلگرام میمونه. بدون اینترنت تلگرام مرده را مقصد سوختگی را و پاسپورت انیق این برادرها ببینه. خدا نگهدار، رحمت برای دستگیری تو. التماس ویدیو را پاک کنید. السلام علیکم. سلام دوستان مهربان، خداوند حفظتون کنه. این لله و این الیه راجعون. از شما خواهش میکنم مثل همه وقت اکتیو نباشم، ویدیو را لایک کامنت را کنید که تا پنج شود صاحبای همین برادری گذشته از دنیا یافت شوند. به همین برادران تاجیکی که در شهر اینگوشت یا ایکار شدگی من خیلی ادرس همین نفسم رقمشون روان مقصد صاحبیش کنن. خداوند رحمت و مغفرت کنه. ماشینی بچهای تاجیک بر میخره با ماشینی برادران اینگوش. از دو طرف مرده شدگی هست. بچهای تاجیک چند دیگهش وزمین در بیمارخانه. بچه‌ها گفتن 40 کیلومتر از ما قدم بالنسای دیگه بردگیشون. اما این برادر در همین نزدیکشونه، در همین مرگای. خواهش میکنم به اهل بیتش صبر جمیل برادر خداوند جنت الفردوس نصیب گردونه. خواهش میکنم احتیاط باشه. من بسیار می نویسه که 24 ساعت ایسوسه خاک کامنتر نویسی به عقل بسیاره. من گپ زیادی نمیگم. باز میگم الحمدلله کارخونه و مغازه دارم که من از درآمد دارم. من به خاطر خدا و به خاطر ملت میکنم التماس ویدیو را پاک کنه. اهل بیتش صاحبای برادر زنگ بزنه که نو فامیلش در اکرام میزنم فراموش کردم. همین برادر از دنیا گذشته. این صورتاشو میمونم برای صاحبیش کنه زنگ بزنه به این برادرها. از دیاس پر شهر اینگوشت خواهش میکنم که برادرها جمع گیر کنن در این برشو باشن. خواهش میکنم هر کجا باشه احتیاط باشه، همین خیلی سرجم باشه. رحمت به این برادرایی که در اون بری بچهای تاجیک خوزی هستن. من میمونم در سیلکش در کامنتر، یعنی که همو ویدیو پر در تلگرام برای که چخیل سوختن چخیل در گرفتن در تلگرام من در ایجامونم یوتیوب ودالی چی میکنه. در تلگرام من با وجون 88 بدروی و قپاپیچ کم ندارم. در همونجا چیکار کنی ویدیو پرش ببینی، صورتاشون رو ببینی، پاسپورت ماسپورت همش در تلگرام میمونم.